مثال همنشین خوب و همنشین بد مثل همنشینی با عطار و آهنگر. عطار ازش عطر میخری و حتی اگر عطر نخری از اون فضایی که اونجا وجود داره و از عطری که داره میفروشه به تو هم میرسه و خوشبو خواهی بود. و دوستی با آهنگر حتما تو رو در معرض بوی بد آهنگری قرار میده و بوی بد آهنگری خواهی داشت. همنشین شما کیه؟ عطار یا آهنگر؟ چیزی که گفتم حدیث رسول الله علیه السلام بود، پس در مورد شک نکنید. اگر همنشین بدی داشته باشید مطمئناً در زندگی شما تاثیر خواهد گذاشت. این رو جدی بگیرید.